سلام بر دوستان، وقتتون بخیر، خسته نباشید. دوستان، تو ویدئوی قبلی که در مورد عکس آتلیه بود، روش رتوش و چینش و اینا، از من خواسته بودم که اون روشی که خودم تو آتلیه کار میکنم برای خانم ها هم اضافه کردن مو به موهاشون من یه آموزشی به صورت ویدئو بذارم. این ویدئو معمولا میپردازه به این که چجور ما مو رو اضافه کنیم به موی سر بانوان. قبلش ممنون میشم که لایک کنین، سابسکرایب کنین. من هدفم این نیست که بخوام از یوتیوب پولی در بیارم، ولی هدفم اینه که یا خودم مطرح کنم. هدفم اینه که یه عده بنده خدا تازه توی کار اومدن بتونم یه کمکی به اونا بکنم از تجربیات خودم، اونا هم به کارشون بهتر بشه و علی ای حال یه دعایی هم در حق ما بکنن. ممنون میشن که انشاءالله همیشه سالم و تندرست باشین و یادتون نره حتما لایک کنین. حالا میریم به آموزش. قبلش هم اگه کمی کاست توی صحبتام هست پوزش میطلبم و از همگی معذرت خواهی میکنم. خب ما این عکس رو داریم، میخوایم که یک مقدار مو به این موهای سر این خانم اضافه کنیم. اولین کاری که میکنیم این است که ما میتونیم از هم براشایی که هست استفاده کنیم، هم به صورت اون کاری که به صورت سنتی انجام میدیم، به صورت دستی خودمون انجام میدیم تو آتلیه که غیر از براش هست استفاده کنیم. حالا من تو این آموزش هر دو موردش رو خدمت شما عرض میکنم. اگر بخوایم از براش استفاده کنیم، قبلش از این قسمت لایه ها یا لایه خالی رو میسازیم، اینجا نشونه میکنیم با یه رنگی که مشخص بشه، نیاز نیست اسم براش تعریف کنیم. قبلا این براش رو میتونین از سایت ها دانلود کنین. تو قسمت براش که رفتین، هرگاه دانلود کردین از این قسمت جعبه ابزار که براش انتخاب کردین، این قسمت رو این قسمت شکل به حساب این شکل رو کلیک کنید و اینجا لود براش بزنید تا براشتون بیاد و در این قسمت ها اضافه بشه. یادتون باشه هرچی براش اضافه میکنین سرعت فتوشاپتون کمتر میشه. سعی کنون براشایی که میخواین استفاده کنین. خب من به عنوان مثال اینجا چند تا براش دانلود کردم، یه دونش رو انتخاب میکنم که شما متوجه بشین من میخوام چی کار کنم. خب مثلا این براش من انتخاب میکنم، اینجا سایزش رو کلیک راست میکنم، یک کم بزرگتر انتخاب میکنم تا کاملا کار که میکنیم متوجه بشیم. قبلش با این قسم ابزار قطره چکون نمونه رنگی رو که میخوایم براش اونجا اضافه کنی انتخاب میکنه که فورگراند ما اینجا به همون رنگ بشه. به عنوان مثال من میخوام این رنگ اینجا قهوه‌ای کم روشن رو انتخاب میکنم. بعد دوباره مجددا براش اینجا هم فلو هم 100% باشه، آپاسیتی هم 100% باشه و اینجا من یک بار اینجا کلیک میکنم. ببینین به محضی که من اینجا کلیک کنم این براش اینجا شکل میگیره، اینو تنظیماتش انجام میدم و اون جایی که میخوام قرارش میدم. شما حالا هر جایی که دوست داشتین میتونون براشتون رو قرار بدین به این صورت. خب تایید میکنم و اینجا من حالا کافیه که یک مقدار از این اضافه براشو اینجا پاکش کنم. از همین ابزار پاکون استفاده میکنم و یک قلمی که لبش نرم باشه رو من انتخاب میکنم اینجا و با هاردنس 0% باشه. یعنی این قلم رو انتخاب کردم و این قسمت ها رو من براش میزنم. حالا مود یه لایه رو میارم میذارم روی اسکرین، ببینین اینجا، و یک مقدار آپاسیتیش رو کم میکنم که کاملا طبیعی باشه، مثلا همین 60% یا کمتر. خوب شما حالا اگه اینو من بردارم ببین شما متوجه میشین که به همین راحتی ما تونستیم مثلا با یه براش ساده مو رو به سر اضافه کنیم. این بار من میام یه لایه دیگه درست میکنم، اما این بار به صورت دستی میام موها رو پرپشت میکنم و اضافه ترش میکنم. خب
قبل جایی که میخوام اونجا رو موها رو پرپشت انتخاب بشه، یعنی اضافه بشه موها رو، اونجا رو من میام نمونه برداری میکنم از رنگی که مثلا دوست دارم میخوام اونو موها به اونجا به اون قسمت ها اضافه بشه. مثلا از این قسمت میخوام اضافه کنم موها رو، برای شما انتخاب میکنم و بذارین از این قسمت من نمونه برداری کنم. خب حالا تو براشو که انتخاب کردم، میام این بار این براشی رو اینجا انتخاب میکنم. ببینید براش ساده ای رو انتخاب کردم بدون که لبه هاشم محو باشه. خب اینو کوچکش میکنم به این صورت با هم 100% باشه و اون جایی رو که میخوام اضافه میکنم. ببینید همینجور خط بکشین ساده، اصلا نمیخوام نگران باشین که حالا چه میشه و اینا. اون قسمت هایی رو که دوست داریم مثلا پرپشتر باشه اونجا رو مثلا انتخاب کنه اینجوری. همینجور اینا رو شما اضافه کنین به جایی که میخواین. خیلی با حوصله با دقت انجام بدیم. من این کار رو دارم خیلی سریع انجام میدم. ببین من اینو باز نوک براش هم یکم کوچکترش میکنم. شما هر جور که دوست داشتین میتونین استفاده کنید. حالا اینم آپاسیتیشو میذارم رو همون اسکرین و مدلایشو ببینید به این صورت در میاد. اگه به این صورت در اومد از قسمت فیلتر میاد یک کم توی بلور و اینجا گیشن بلور اینجا رو یک مقدار من اینو صفر میکنه از عدد متوجه بشین. اینو محوش میکنه. ببین روست به این صورت. حالا اگه اینو بردارم شما متوجه میشین یک مقدار آباسطیشو کمتر میکنم. خب انشاءالله که از این آموزش استفاده کرده باشین. خدا یار و نگهدارشون.